اگر واقعا شهادت مقام بالا بود پیامبر اسلام خودش شهید میشد. پیامبر اسلام وقتی در جنگ میرفت زنهای خود را همراه خود میبرد، اون خیمه‌ای که میزد، اون چادری که میزد مشغول سکس میبود. در جریان جنگ هم پیامبر بزرگوار اسلام سکس میکرد. چرا نمیرفت شهید شود؟ چون به اون حورهایی که قرار است برای محمد بعد از مرگ داده میشد باور نداشت، تا در جنگ میبرد که سکس کنه. شهادت اگر واقعا درجه بالایی میبود محمد از اون مستفید میشد. تو هموطن افغانستانی ما چرا خودت را پاره میکنی؟ چرا خودت را منفجر میکنی؟ محمد مرد با درد، با پاره شدن رگ قلبش مرد. یاد داشته باشین که پیامبر اسلام به حور بهشتی باورمند نبود. اگر به حور بهشتی باورمند میبود وقتی که به جنگ میرفت دیگر این زنها را همراه خود نمیبرد که قرعه کشی کنه، یک بار در جنگ عایشه را ببره، یک بار در جنگ افسر را ببره، یک بار در جنگ ماریا قبطیه را ببره. در جنگ این آقا مشغول سکس بود. جنگ نمیکرد، سکس میکرد. چون میدونست که سکس بعد از مرگ وجود نداره. و اون کسانی که جنگ میکردن فکر میکردن که سکس بعد از مرگ وجود داره. محمد چون میدونست که وجود نداره جنگ نمیکرد، سکس میکرد. اونها نمیدونستن، سکس نمیکردن، جنگ میکردن.